سلام بچه‌ها، چطورین؟ نمراتتون شنیدم اعلام شده. شنیدم استرس دارین. الان میخوام باهاتون صحبت کنم. من 2 ساعت کارا رو سپردم به رفیقای خودم، اومدم با شما صحبت کنم، گوش بدید. بیاید الان با هم حرف بزنیم. خب بچه‌ها ببخشید که من تو ماشین دارم ریکورد میکنم این ویدیو رو. یه دفعه نهایت اعلام شد دیگه، فرصت برای رزرو استودیو این داستان نمی‌رسید. گفتم این ویدیو رو سریعتر به دستتون برسونم. نمرات نهایی اعلام شد. من اومدم در تو نمرات نهایی و حالا وضعیت نمرات و تراز احتمالی که قرار بهتون بده و کاری که باید انجام بدید باهاتون صحبت کنم. اول از همه آقا، من میدونم حال خیلیاتون خوب نیست. بذارید اصلا بگم چقدر میشناسمتون، یعنی بهتون ثابت کنم خودم این دوران زندگی کردم. خیلی از شماها نمراتی که توی کارنامه دیدین واقعا متفاوته با چیزی که حساب کرده بودین. آقا همتون اصلا این پیام رو به من میدید، همیشه تو این 7 ساله میدادید. خود منم همینطوری بودم. من نمراتمو حساب کرده بودم فلان 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 بوده، ولی الان یه نمره دیگه اومد. بچه این دلیل اصلیش، حالا طبق تجربه که تو این چند ساله داشتم، تجربه که خودم داشتم، این بوده که آقا ما خیلی جاها مثلا میگم چون مفهوم رسونده بودیم میگفتیم خب این درسته دیگه، اصلا مغز اینطوریه که دلش میخواد بهت ثابت بکنه که تو کار درست رو انجام دادی. یعنی مثلا حالا هی کمتر نمره از خودت کم کنی که استرس نگیری. احتمالاً دلیل اصلیش اینه. یعنی یکی از چیزایی که شما باید حواستون بهش باشه اینه که آقا من اگر میخوام اعتراض بزنم، نمیگم اعتراض نزنید، ولی اگر میخوام اعتراض بزنم آیا واقعا این کلمه به کلمه با پاسخ برگی که داده شده بود، اعلام شده بود، چک کردم یکسان بود یا نه. نکته بعدی که واسه اعتراض خیلی مهمه، خب تعداد صفحات پاسخ برگ دیگه. آقا تعداد صفحات پاسخ برگ خیلی مهمه بچا. اگر مثلا میگم یه صفحه اسکن نشده باشه، یه صفحه تزیین نشده باشه، حالا به هر دلیل اون یه صفحه جزئی از مدارک شما نباشه که تو نمرتون لحاظ نشده شما باید حتما اعتراض بزنید. من اصلا با اینا کاری ندارم. برگردیم به دوران کنکور خودم. بچه‌ها واقعا یه لحظه وایسی من یه سایه پیدا کنم. من خودم تو امتحانات تشریح و امتحانات نهایی همیشه بدترین بودم. نمرات من هست دیگه، الان کارنامه‌ام نیست، اگر بود تو این ادیت تو این ویدیو میذارم. مثلا زیست پیش دانشگاهی که نهایی بود و 7 شدم که پاسی من به وسیله نمره مستمر اتفاق افتاد. آقا من به خاطر مستمر مثلا 20 که حالا با استاد رفیق بودم، من نمرم شد 10 خورده و پاسش کردم و به قولی تجدید نشدم. سوم دبیرستانم هم همین شکلی بود. آخه من خب اولین کنکورم سال 95 بود دیگه. سال 94 تاثیر معدل قطعی شده بود 25%، بعد یه سری اتفاقا افتاد شد 95 تاثیر مثبت 25% و نهایی دیگه واسه ما ارزشی نداشت. یعنی من تمام تمرکزم گذاشته بودم رو کنکوره، ولی کلا من تو امتحانات نهایی هیچ وقت نمره خوبی نگرفتم. حس سوال شماهایی که نمره بد گرفتین یا نمراتتون اون چیزی که دلتون می‌خواسته نشده را کامل درک می‌کنم. ولی یه لحظه وایسین، میخوایم منطقی با هم صحبت کنیم دیگه. اول از همه چند نفرتون نمراتی که تو کارنامه دیدید اون چیزی که حساب کرده بودید نبود؟ مثلا بنویسید آقا نمرات من همون نبود و چقدر اختلاف داشت. مثلا آقا اگر توی یه درسی خیلی اختلاف داشته بنویسید که ببین آقا بر بقیه اتفاق افتاده یا نه. مثلا آقا من زبانم حساب کرده بودم 16 میشه، الان اومده 10، 6 نمره اختلافشه. خب این مشکوکه دیگه، این 6 نمره دیگه خیلی چیز عجیبیه. یا اگر درسی رو خیلی اختلاف نمره دارین که مثل عمومی واسه ادبیات بود، آقا مفهومی نبوده، لغته باید نوشته میشده، تو هم نوشتیش، الان احساس میکنه اشتباه شده، حتما اعتراضه رو بزن. ولی بحث اصلی آقای سلک، من الان استرس دارم، ناامید شدم، انگیزمو از دست دادم، روحیه درس خوندن رو دیگه ندارم. تا الان داشتم میخوندم، خیلیاتون میگید دیگه، میگید آقا من شروع کرده بودم داشتم میخوندم، یا تو مینی پادگانه بودم گفتی فلان قد بخون، داشتم میخوندم، تون داشتم جمع‌بندی میکردم، ولی الان یهو ریختم. الان یهو دیگه اصلا نمیتونم کاری بکنم، دست و دلم به درس خوندن نمیره. خانواده‌ام ازم نمراتمو پرسیده، ناراحت شده، اون انرژی منفیش رو من تاثیر گذاشته، ناامید شده، میبینم میفهمم رو من تاثیر گذاشته، من نمیتونم خودمو جمع جور کنم. یا از اون طرف ماجرا مثلا خانواده هنوز نمراتمو نپرسیده، من نگران این داستانم که اگر نمرات ازم بپرسه چی میشه، چه حسی بهشون دست میده، چی کار میکنن، رفتارشون چه شکلی میشه، واکنششون چه شکلی خواهد. ببینید بچه‌ها، امتحانات نهایی تموم شد، نمرش اومد، کنکور اردیبهشت تموم شد، درصد اومد و یه دونه کنکور دیگه باقی. با هر وضعیتی که دارین شما یک آزمون دیگر در پیش دارید که 2 تا حالت داره. یا با نتیجه اون آزمونه امسال به اون چیزی که دلت میخواد میرسی، تمومش میکنی، پرونده رو میبندی، خیالت راحت میشه. یا نه آقا جان،
من نهایی‌ها خراب کردم، کنکور اردیبهشتم خراب کردم. الان این کنکور نوبت دومه رو برم برای مثال همه رم 100 بزنم، باز نتیجه خیلی عجیب غریبی من نمیده، من قبول نمیشم. من با چه امیدی درس بخونم؟ ببینین من تجربه خودمو میگم، من همیشه پیش شماها خودمونی بودم، رفاقتی بودم و سعی کردم طوری باهاتون صحبت بکنم که آقا خودم اگر داوطلب بودم اون حرف واقعا به دردم میخورد. کارنامه‌ها که اعلام میشه، خب پدر مادر دیگه نمیاد بررسی بکنه که چی شده چی نشده، نمیاد بگه که فلان جا خونه شلوغ بود یا مثلا فلان اتفاقا افتاده بود. حالا بهونه زیاد داریم دیگه، من به اینا میگم بهونه. هیچ کدوم از اینا رو هیچ کاری باش نداره. شروع میکنه تخریب کردن. هر هزینه‌ای که کردم اونقدر برات خرج کردم، اون کلاس‌ها رو ثبت نام کردم، این شد. یا مثلا آزمون بردمت، آوردمت، این همه بردم مدرسه، آوردمت، کتاب برات خریدم، مشاور برات گرفتم، کلی داستانای مختلف، این همه تو اتاقت بودی، این شد. یک کاری کنید تو بازه باقی مونده که به خدا هم میشه و منطقیه. من تو ویدیوهای قبلی توضیح دادم، اثبات کردم، در اومدم بهتون گفتم تو این بازه باقی مونده میشه خیلی چیزا رو عوض کرد و همه چه منطقی بهتون گفتم. یه کاری کنید که وقتی کارنامه نوبت دوم اومد یه برگ برنده واسه خودتون داشته باشید. من اینو دارم رفاقتی میگم، یعنی بین خودم و خودت بمونه. خانواده قراره اون پالس منفیه رو بده، اون احساس ناکافی بودن رو بهمون منتقل بکنه. خب حقم داره دیگه، به هر حال انتظار داشته، خودمون هم انتظار رو ایجاد میکنیم، یعنی تقصیر خودمونه. معمولا میریم تو اتاق میشینیم درس نمیخونیم، اونا فکر کنن داریم درس میخونیم، بعد نمرات میاد هیچ، این همه درس خوندی این شدی. مثلا خودمون میریم میگیم فلان کلاس ثبت نامم کن، من باید با این کلاسه بخونم، بعد کلاس رو استفاده نمیکنیم یا نصف نیمه استفاده میکنیم یا حالا به هر دلیل نتیجه نمیگیریم، میان میگن این همه گفتی کلاس ثبت نام کن این شد. آقا این بازه باقی مونده دو تا کار کنید. یک، صبح تا شب تو اتاق درست درس بخونید و درس خوندن رو به خانواده نشون بدید. یعنی چی؟ یعنی که آقا این تایم باقی مونده یه جوری درس بخونید، از صبح تا شب همه چیو بذارید کنار، زندگیتون رو درگیر درست درس خوندن. طبق اون چیزی که تو ویدیو قبلی بهتون گفتم، یادتون دادم بهتون گفتم آقا اینجوری بخون، با این برنامه‌ریزی بخون، این منابع رو بخون، این تستا رو کار بکن، آزمونا رو اینطوری بزن. بشینید یه جوری درس بخونید تا خانواده هم ببینه که بهش ثابت بشه شما دارید تلاش می‌کنید. این خیلی تاثیر داره. بچه‌ها اینو دارم میگم رفاقتی دلی بهتون میگم. تو این کنکور نوبت دومه نتیجه رو جابجا بکنید، اون سرکوفته کمتر میشه. از این مهمتر گفتم دو تا کار باید انجام بدین دیگه. یک، به خانواده نشون بدید دارید واقعا درس میکنید، یعنی بهشون ثابت بکنید که آقا من سرم به سنگ خورده، دارم درس میخونم، دارم تلاش میکنم و آرامش خودتون رو تامین کنید، چون چون آرامشتون رو میریزن به هم. حالا اصلا تو قبولم نمیشی، لایق آرامش هم نیستی خودت. مثال میگم، چرا مثلا سلک میگی لایق نیستی؟ آقا لایق آرامش هم نیستی، درس نخوندی، پیشوندی، نمرات بد شده، حقته با دعوا کنن. برای اینکه آقا این تنشه رو کمتر کنی، بشین اولا صبح تا شب بخون، خانواده هم ببینه، یعنی قایم نشو تو اتاق درم ببند، داری میخونی در رو باز بذار، صداگیر بذار تو گوشت، شروع کن به درس خوندن، بعد یه گزارش بده، وای مامان، وای بابا، من امروز مثلا از صبح دارم میخونم، وای من چرا انقدر دیر فهمیدم درست درس خوندن چه شکلیه، وای فلانی، کاش فلانیو زودتر، مثال آقا کاش ایکسو علیرضا موسوی مثلا مشاور فلان رو زودتر پیدا می‌کردم، اون اومد درست درس خوندن رو، وای من تا الان تو مدرسه کسی بهم نگفته بود، تو شهر کسی بهم نگفته بود، الان که دارم درست درس میخونم چقدر انگیزم بالاتر، اصلا صبح دارم تغییر میکنم، تست میزنم، تو آزمونا پیشرفت کردم، که آقا خانواده ببینه یا اصلا توجیه کنیم اینطوری که من درست درس خوندن رو بلد نبودم، من تلاش میکردم نتیجه نمیگرفتم. دومین کاریم که باید انجام بدین اینه که بچه‌ها تمام نکاتی که تو ویدیو قبلی گفتم رو رعایت کنید که تو کنکور نوبت دوم، مثل بچه‌ای که کنکور نوبت اول از فروردین اومدن یه ماه درست خوندن، کاری که گفتم انجام دادم. بازم میگم با این تفاوت که اون موقع ما درگیر نهایی‌ها بودیم، درگیر کنکور اردیبهشت بودیم و میدونستیم یه کنکور دیگه هم داریم، اما الان فقط یه آزمون دیگه باقی مونده. کاری که گفتم درست انجام بدین، مثل بچهای فروردین که کامنتاشون زیر اون ویدیوهایی که نوشتم تضمینی 2 ماه کنکور رو جمع کن، هنوز هست، برید نگاه کنید دیگه، تضمینی 2 ماه کنکور رو جمع کن، تو ویدیوهای یوتیوب هست، برید کامنتاشو ببینید، 500 600 تا کامنت داره، ببینید بچهای یه ماه چقدر تغییر کردن. تغییرات رو ببینید، انگیزه بشه، کاری که گفتم درست انجام بدین. وقتی همه چیزو درست پیش بردی، بهت قول میدم درصدات واقعا عجیب غریب میاد بالا که 2 تا اتفاق باز بیفته. اتفاق اول باز خانواده است، سرکوفت کمتری میزنه، میگه آقا بچه‌م تلاش کرد، درسته، بچه‌م نمیدونه چجوری باید تلاش بکنه، الان فهمیده داره تلاش میکنه و نتیجه گرفته. اتفاق دومی اینه که آقا خودت هم به خودت ثابت کن دیگه، آقا شماهایی که پشت کنکورین، خدایی نمرات که داغون، خیلی عالی.
چند نفرمون نمرات داغون کنکور اردیبهشت هم داغون بوده، پشت کنکورم مونده بودیم، یه تلاش نصف نیمه هم کردیم. اعتقادتونم برای اینه که آقا درست همه کارا رو درست انجام ندادم، صدمو نذاشتم، ولی دیگه حقم همین نمره نبوده. آقا خودتون رو به خودتون ثابت کنید. و یه جا به خودت نشون بده اگر من درست تلاش کنم، درست وقت بذارم، درست زحمت بکشم، روتین درس خوندن رو رعایت بکنم، مروره رو انجام بدم، هنر آزمون دادنه که سلک این همه داره خودش جر میکنه، چه جوریه، چه شکلیه، همه این کارا رو درست انجام بدم چقدر تغییر میکنم. این تو تصمیم گیری شما برای انتخاب رشته، پشت کنکور موندن یا نموندن خیلی تاثیر میذاره. من واقعا رفیقتونم. نمیدونم تا الان فهمیدید یا نفهمیدید بچه‌ها. تمام تلاشمو دارم میکنم که به عنوان یک فرد که زندگی کرده شماها رو راهنماییتون بکنم، نه به عنوان یه مشاور. دارم میگم بعد از اعلام نتایج اذیت میشید بچه‌ها با هر وضعیتی. آقا من سلک ناامیدترینم. الان چه چیزی به من امید بده، انگیزه بده من شروع کنم به درس خوندن؟ تنها چیزی که الان به دردت میخوره واسه اینکه خودت زنده کنی، سرپا کنی، شروع کنی به درس خوندن، همینه که آقا من یه جوری تلاش بکنم که تغییر ایجاد بشه، خانواده‌ام تغییر منو ببینه، پالس منفی به من کمتر بده. خب پالس منفی از اینجا به بعد اگه نمرات خوب نباشه بیشتر میشه، و از اون طرف ماجرا خودم هم تغییرمو ببینم. بابا ببینم من چیکارم. بچه‌ها حالتون بهتر میشه. بابا به خدا خیلی قشنگ‌تر از اینه که تو صبح تا شب بشینی مثلا گوشه اتاقت هرس بخوری، استرس داشته باشی، نگران باشی، دلشوره داشته باشی، نمیدونم چی میشه چی نمیشه. خیلی بهتر از اینه. نمیدونم دیگه به چه زبونی بهتون بگم بچه‌ها. اینکه آدم درگیر کاری باشه، هر کاری، خیلی بهتر از اینه که فکرش درگیر باشه. من تو دوران جنگ فهمیدم. آقا من همیشه کار می‌کردم، میرفتم مثلا ساعت 12 شب پیش رفیقام تو کافه بهشون میگفتم این کار کردن چیه؟ آدم همش تو تماس بودم، تا الان 5 ساعت تو تماسم، خسته شدم، دهنم خشک، نمیدونم فکم درد گرفته، سرم درد گرفته، چقدر انرژی منفی به من بچه‌ها دادن، همه استرس سرم اومد، استرس رو بگیرم بهشون انرژی مثبت بدم، یه قور میزد. بعد تو دوران جنگ که بیکار شده بودم، یه هفته اصلا حوصله هیچی نداشتم، در اومدم به همونا گفتم که آقا کارش چقدر حال میداد، چقدر خوب بود. آدم درگیر یه چیز درستی باشه که به قولی باعث پیشرفتش میشه، خیلی حال میده. بهتر از اینه که بشینم یه گوشه هی فکر کنم، خیال کنم، نمیدونم استرس داشته باشم، خبر بخونم. درگیر یه چیزی هم که چیز درستیه، خودتون رو درگیر مسیر درست بکنید. بچه‌ها باور کنید تو این لحظه از اینجا به بعد گلدن نکته این ویدیو همینه. از اینجا به بعد باور کنید مهم نیست ته مسیر قبول میشی یا نمیشی، هرچند که از اول مهرم مهم نبود. تو باید کار درست انجام بدی. یعنی تنها چیزی که مهمه اینه که کار درست انجام بدی. کار درست انجام بدی پیشرفت رو میبینی، ولی درست انجام بده. ناقص انجام نده. اون چیزی که من به توضیح دادم و نره اونجاش که دلت میخواد انجام بده. بچا شماها یه بار دیگه با کل مسیر 404 که به من گوش ندادین، این یه بار رو به من گوش بدین. این یه بار رو خواهش میکنم به من گوش بدید. من به بچه‌های مینی پادگان در اومدم گفتم آقا ببینید، من تمام چیزهایی که احتیاج دارید و در قالب یک لقمه حاضر دارم بهتون میدم. آقا تمام تستای سناریو و گلچین شده و همون تستایی که تو اردیبهشت هم برای بچه‌ها معجزه کرد، همونایی تکرار شده دیگه. تو ویدیو قبلی ثابت کردم کنکور سناریوهای تکراریه. شماها تستا رو براتون آماده کردم. هر روز هم یه آزمون کنکوری با هنر آزمون دادن و چیدمان مثلا فلان و تنظیم هوش هیجانی شماها ازتون میگیرم و به قولی هنر آزمون دادنتون که دارم اوکی میکنم. از اون طرف ماجرا دارم تمام نکات پرتکرار رو بهتون حاضر میدم، میگم تو این ساعت همه آنلاین باشید، با همین نکات رو بخونید، من ازتون بپرسم. از اون طرف ماجرا دارم میگم آقا من هر روز دارم این نکته درست درس خوندن مثلا تو 10 دقیقه صبح ریکورد میکنم، ویدیوشو میذارم که تو به جای شرکت کردن توی همایش طولانی آقا 10 دقیقه گوش بدی، اون نکته رو اون روز رعایت کنی، تغییرتو ببینی. همه چی آماده است، یه بار کامل گوش بدید. همون چیزایی که تو ویدیو قبلی گفتم آماده است. فکر نکنید مثلا یه چیز خاصه اونجا، نه، همون چیزهایی که در ویدیو قبلی گفتم. من فقط لقمه حاضر، مواردی که بچه‌ها نیاز داشتن برای اینکه نتیجه بگیرن از این بازی زمانی آماده کردن، لقمه حاضر آماده دادن دستشون. همین گفتم الان که لقمه آماده است، مسیر مشخصه، منطقه داره ثابت میکنه، راهبرد درسته. و از اون طرف رزومه بچهای کنکور اردیبهشت ثابت کرد که آقا کنکور سناریو محوره، کنکور رو دور تکرار یه سری از سوالاته و من کافیه که اون سوالایی که مهم‌تره، اون بخشایی که سوال خیزه تست خیزه بیشتر مانور بدم تا ازش نتیجه بهتری بگیرم. آقا ثابت شده دیگه، رزومه بچهای اردیبهشت داره اینو ثابت میکنه. الان همه چی آماده است که تو پا بذاری رو افکارت، رو اینکه من بدم، من خنگم، من خرم، من فلانم. آقا نیست هیچ کدوم از اینا. به خدا شما بچا دو تا عامل بدبختی دارید که نتیجه نمیگیرید، که اولیه مهم‌ترم از تنبلی خودتون، عامل دومی تنبلیه. آقا نمیدونی باید چجوری درس بخونی. خیلیتون مشاور دارید، مشاورم نگفته چجوری باید درس بخونید. یه راهبردی بهت داده، تا هم هفته اول به راهبرد نرسیدی، تو رو درواسی گیر کردی، یا گزارشگاه فیک دادی، افتادی تو لوپ دروغ گفتن و گزارشگاه فیک دادن و تقلب کردن تو آزمونا، یا شلکس کردی. مشاورم آقا من مشاورم، پولو دارم ازت میگیرم، وقتی پولو گرفتم تو میخونی یا نمیخونی فرقی نمیکنه.
تو میری دکتر مثلا نسخه بهت میده، رفتی خونه بهت زنگ میزنه که امشب نسخه‌تو خوردی، مثلا سر ساعت 12 قرصتو خوردی. نه دیگه آقا تموم شد. تو هر چی خودت مشتاق تر باشی، مایل تر باشی، اون مشاورم بیشتر برات وقت میذاره، انرژی میذاره. از خیلی طبیعیه بچه‌ها، این اصلا بعدن خودتون میبینید دیگه. من وقتی به تو امید داشته باشم، انگیزه داشته باشم، برات وقت میذارم دیگه. خب اونم میگه آقا این که داره پول رو میده، مشاوره مثلا من اصلا میگم آقا این که پول رو داره میده، من که برنامه رو دارم بهش میدم، اینا که سوالی از من نمیپرسه، احتمالاً داره میخوره، ولش کن دیگه. تو این لوپ گیر افتاد. آقا نمیشه درست درس خوندن چه شکلیه. الان من تو این ویدیو قبلی ثابت کردم درست درس خوندن چیه چی نیست که کار جمع بشه. من دستم خیلی درد گرفته تا اینجای داستان. اصلا من خواستم بهتون بگم که همه چیو بریزید دور، فکر کنید کل کنکور فقط کنکور نوبت دوم که تایم میشم مشخص شد دیگه 26 27 تیر. تایمم عالیه بچه‌ها، عالیه واسه سناریو خوندن و تکیه کردن روی حافظه کوتاه مدت کوفتی ضعیفمون که به خاطر اینستاگرام و ریل دیدن و دیتاهای پراکنده وارد مغز کردن حافظه کوتاه مدت خیلی ضعیف شده. اما با این حال حافظه کوتاه مدت رو تقویت می‌کنیم، جای پرتکرار رو می‌خونیم، نکات پرتکرار رو می‌خونیم، رو هنر آزمون دادن کار می‌کنیم. این سر آزمون نوبت دوم یه تغییر گنده به قول ایجاد می‌کنیم، هم خانواده بامون حال می‌کنم، خودمون با خودمون حال می‌کنیم، هم می‌تونیم یه تصمیم درست بگیریم، خودمون رو می‌شناسیم. آقا من اینو می‌خواستم بهتون بگم، امیدوارم به دردتون خورده باشه. اگه به درد خورد لایک کنید، اگر نخورد لایک نکنید. چالش $1000 تام بالای $800 شده، ولی می‌خوام یه خاطره، یه داستان واسهتون تعریف کنم. من یه لحظه دستم استراحت بدم دیگه، داره میلرزه، ویبرس. دوباره بیام اون داستان رو تعریف کنم. وایسین یه لحظه. خب اوکی، می‌خواستم اینو بهتون بگم بچه‌ها. من یه خاطره می‌خوام بگم، مثلا یه مثال می‌خوام واسهتون بزنم. یکی از بچه‌ها بود، سال گذشته میشناختمش، سال گذشته پشت کنکوری هم بود و ترمیم هم شرکت کرده بود. نمراتش هم خیلی بد شده بود. یعنی اولا خب خوب تلاش نمی‌کرد، دوم مثل خیلی از بچه‌ها فکر می‌کرد مثلا چون مفهوم و رسونده نمره رو بهش میدن، حتی اعتراض زد، نه تنها بالاتر نرفت، نمراتش توی یه درس پایین‌تر هم اومد. اوضاعش خیلی سال پیش بد بود، خیلی بد بود، ولی شروع کرده بود از بعد از عید داشت درس می‌خوند. حالا نهایت رو خراب کرده بود دیگه، مخصوصا بعد از کنکور نوبت اولش داشت بکوب درس می‌خوند. برای کنکور نوبت دوم نشست و درست درس خوند و از وضعیت داغونی که همیشه تو کنکورهای نتیجه خیلی بدی کسب می‌کرد، معمولاً یه درصد خیلی بدی کسب می‌کرد، رسیده بود به میانگین 40%. این آدم الان تراز کنکور اردیبهشتش خب امسال شد 8900 8890. یه لحظه اینجا وایسین من نمراتو بخونم. نمراتی که گرفته: دینی 1975، فارسی 1925، عربی 1875، فیزیک 19، ریاضی 19.5، شیمی 1875، زیست 17، زبان 16. نگاه کنید. دیدین؟ بچه این آدم از بچه‌هایی بود که تلاش کرد سال گذشته، اون رزومه، اون تغییر، اون پیشرفتی که از خودش دید، فهمید که میتونه از پسش بر بیاد، انگیزش رو گرفت، امسال درست درسش رو خوند، زحمتش رو کشید و امسال قبول میشه. یعنی امسال حتما قبول میشه. مثال زدم واسه اینکه بهتون ثابت کنم بچه‌ها خیلی مهمه واسه خودتون یه رزومه بسازین. خیلی مهمه واسه خودتون یک انگیزه، یک دلیل، یک میدونی یه سکو پرتاب درست بکنی که من اگر هر تصمیم بگیرم و درست براش تلاش بکنم، چه بمونم تو مسیر کنکور، چه از مسیر کنکور خارج شم بخوام یه مسیر دیگه رو استارت بزنم، صرفا باید براش درست تلاش کنم. من دنبال این انگیزه‌ام. حالا من نمیدونم چی کار میکنه از اینجا به بعد، واقعا تصمیمش به خودت برمیگرده، به خودت ربط داره، ولی قول بهتون میدم، به تک تکتون قول میدم، تلاش حداکثری تو این بازه زمانی نه تنها ضرری نداره و پشیمونتون نمیکنه، بلکه مهمترین اتفاقی که میفته اینه که یک هم خانواده دیگه به کمتر گیر میده، کمتر سرکوف میزنه، دو تغییره رو میبینی، تغییر خود خانواده رو انگیزه بهش میده، امید بهش میده، یه ذره اون گاردی که نسبت به هزینه‌ها، چون هزینه‌ها خیلی واسهشون مهم میشه، هزینه‌هایی که کرده رو کمتر میکنه. از اون طرف هم بابا خودت یه ذره خیالت راجع به خودت راحت میشه. بچا گیر میکنید تو این چرخه، بعد از یه جای به بعد احساس میکنید خنگیدا. به خدا خیلی‌ها فکر میکنن خنگن و الان شاید اینجا باشه، دیگه نمیپرسم کیا فکر میکنن، شاید دوست نداشته، دوست داشتید بگید، دوست نداشتم نگید. ولی خیلی‌ها فکر میکنن آقا من دیگه نمیتونم، دیگه من اینقدر خوندم نشد دیگه، من چرا تو این مسیر، من میخوام این تصوری نیاد سراغ تا بعد کنکورم بیچارهت میکنه هر مسیر رو شروع کنی. خلاصه برگردید ویدیو قبلی نگاه کنید، کاری که گفتم انجام بدین، به هیچ چی فکر نکنید، فقط دنبال این باشید که بهترین نتیجه رو از کنکور نوبت دوم کسب کنید. بهترین براتون اتفاق بیفته. امیدوارم از شر این استرس کوفتی نهایی و کنکور رو این داستانو نجات پیدا بکنید، هر طوری که شده، هر تایمی که شده، امسال، سال بعد، نمیدونم هر چی دیگه، هر کسی یه تصمیمی باید بگیره دیگه. فقط بهتون قول دارم میدم که میارزه این بازی پایانی صدتون رو بذارید، شل نگیرید، شلکس نشید، برید جلو بهتره کنید. یا علی.